درود همزبانان مهربان، آیا شما میدانید که سال 777 در تاریخ تاجیک همچون شورش به نام جام سفیدان باقی مانده است؟ این شورش یا اینکه خود اسیان مقنعه نام برده می شود در بسیاری دیگر یادداشت‌های تاریخی، در این سالها مردم تاجیک ماوراءالنهر و خراسان از دست غارت و تجاوز اجنبیان عرب‌ها بیدار شدند و شورش برپا کردند. ولی متاسفانه این شورش 6-7 سال دوام کرد و هزارها خونی تاجیک، هزارها مادران سرسان و سرگردان تاجیک را باز بسیارتر کرد. این شورش گرچندی که غلبه نکرد، ولی خوشبختانه بعد از 200 سال دولت سامانیان تماما عرب‌ها را از آسیمیانه بیرون کرد.